چه نکته‌هایی رو رعایت کنیم تا بعد از نصب ایزوگام دچار مشکل نشویم؟ قبل از توضیحات باید بگم که ما تلاش میکنیم تا آگاهی شما مردم و دوستان بابت کار ایزوگام و شغل بالا بره، پس نیاز به حمایت شما داریم. بریم سر اصل مطلب. اگر بعد از نصب ایزوگام یک لیسه سیمانی نازک انجام بدید روی کار ایزوگام که فوق‌العاده است و عمر کارتون رو بالا میبره، اگر هم انجام ندادید که بذارید یه ایده های بهتر بهتون بدم. هر 2 ماه 3 ماه یه بار حتما آبروهاتون رو چک کنید که آشغالی چیزی نگرفته باشه. وسایل تیزی مثل پایه کولر یا دیش ماهواره یا میز، صندلی یا چیزای تیزی که احساس میکنید صدمه میزنه به ایزوگام جلوگیری کنید که باعث سوراخ شدن یا کم کردن عمر ایزوگام نشه. ما ایزوگام کارا یه شعاری داریم که میگیم ایزوگام قلب ساختمونه، پس مواظب قلب خودتون باشید. ممنون از وقتی که برای خودتون گذاشتید.